میگذاریم به مسئله دومی انا همین کارهای خطی. میگوید که نقطه متریالی از بلندی 25 متر میافتد. یعنی از بلندی 25 متر چیکار میکنه؟ نقطه متریالی است یا جسم سر میتن. بعد سوال اول، اگر نقطه متریالی آزادانه افتیده باشد در وقت افتیش با کدام سرعت صاحب میشود؟ جسم از 25 متر سر دادن در وقتی که زمین زدن سرعت چقدر میشه؟ یعنی که این مسئله را ما میتونیم که از جهت کینماتیکی کار کنیم، از جهت انرژتیکی قانون بقای انرژی را استفاده کنیم. قانون بقای انرژی آسان‌تر است. هم خیر است. جسم از بلندی بیام بنویسیم که مسئله د این از بلندی 25 متر جسم سر میتن و میافتد. اش این اینجا میگیم نقطه یک. نقطه بلندترین تراکتوری که در همون نقطه جسم در بلندی 25 متر قرار داشت و سر دادن در همون نقطه سرعت جسم سرعت ابتدایی آن یعنی در همون نقطه با صفر برابر بود. نقطه دو قید میکنیم در اینجا. نقطه دو نقطه پیش از به زمین زدن در لحظه همین یکم میلی ثانیه پیش از به زمین زدن، یعنی نقطه‌ای که در آنجا سرعت جسم ماکسیمالی است پیش از به زمین زدن سرعت میگیرد زیاد میشه در اینجا سرعت ماکسیمالی را صاحب میشه بعد از زمین میزنن. هم که اینجا میگیم نقطه دو. یکم چیزی که هست قانون بقای انرژی میگه که انرژی پورای مکانیکی در نقطه یک و در نقطه دو به همدیگر برابر است. این قانون بقای انرژی است. انرژی خود به خود پیدا نمیشود، خود به خود نیست نمیشود، یعنی که انرژی پورا چه خیلی که بود هم قدر میموند، فقط از یک نمود به نمود دیگر تبدیل مییابد. از پتانسیلی به کینتیکی که از کینتیکی به پتانسیلی تبدیل مییابد اما پورا چی تغییر نمییابد، نیست نمیشود. انرژی عموما همه انرژی ها با هم دیگر چی هم برابر هستند. در نقطه یک چی نداریم؟ در نقطه یک چی نداریم فاطمه؟ انرژی پتانسیلی داریم در نقطه یک. نقطه یک بلندی داریم 25 متر، انرژی پتانسیلی داریم، کینتیکی داریم، لحظه سر دادن اما لحظه دادن سرعت داریم. سرعت میگیره در لحظه اول ت برابر 0 می سر دادن و همون لحظه اول ده سرعت نداره، سرعت ابتدایی نداره. بعد آهسته سرعت میگیره سرعت زیاد شدن میگیره. فهمو؟ یعنی در لحظه اول مو انرژی W1 مو می‌نویسیم K1 کینتیکی در لحظه اول جمع پتانسیلی در لحظه اول. هم خلاص کینتیکی در لحظه اول داریم؟ نداریم. سرعت نداریم، برای همین پتانسیلی داریم mg اشکالون. هم خلاص در لحظه دوم کینتیکی داریم؟ بله داریم. کینتیکش در همینجا زیادترین نه، برای که سرعت زیادترین داره پیش از زمین زدن. پتانسیلی چی داریم در همینجا؟ در همینجا در زمین زدن انرژی پتانسیلی داره همین جسم. بلندیش اوج 0 شد، الان 0 درجه نداره، بلندی 0 فهمیدین؟ انرژی پتانسیلی از بلندی وابسته است، انرژی کینتیکی از سرعت. فهمو؟ بلندی که 0 شد الان انرژی پتانسیلی نداره. کینتیکیش میتونیم در اینجا هست m v کوادرات تقسیم 2 و همون سرعتی که پیش از به زمین زدنش. فهمو؟ پتانسیلی 0 است نمینویسیم این 0 هم خلاص. بله اکنون همه انرژی ها با هم دیگر برابر هستند. W1 mgh است، W2 mv کوادرات تقسیم 2 است. پس mgh به mv کوادرات تقسیم 2 چی است؟ برابر است. یعنی که ما می‌نویسیم که اول mgh داشت همه انرژی پتانسیلش پور را به چی را با انرژی کینتیکیش پیش از زمین زدن. همه خلاص طبیعی. آفرین. ایمو چی میشن؟ اختصار میشن. میگه که سرعت پیش از زمین زدن یابید. پس میابیم از اینجا سرعت هم میابیم. 2 این طرف میآید. میشه v کوادرات برابر 2gh. بعد v برابر چی میشه ربی؟ 2gh تو شد بعد دیگه جای شد. v برابر است برای 2gh. هم خلاص. اگه میگه که از 25 متر افتیده است میمونیم قیمت های عددی 2 ضرب 20 نه 20 ضرب 25 چند میشه 500 بشه 500 چند میشه 22 تقریبا 22 از 4 متر تقسیم ثانیه، یعنی که تقریبا 22 از 4 متر تقسیم ثانیه 25 متر 2 ضرب g درست. سوال دیگه میگه اگر نقطه متریالی با سرعت ابتدایی 10 متر تقسیم ثانیه به سمت زمین پرتافته شده باشد سرعت نقطه رو در
وقتی به زمین برخوردارش اخی نگاه کنید فرقی بین دو حالت دیم حالت فاطمه گوش این دو دفعه دیم جسم در از همونجا سر نمیتونه در همونجا علاقه سرعت ابتدایی یعنی تیرا داده سر میدهند در همون بلندی جسم علاقه سرعت ابتدایی دارو است صاحب است اما همین علاقه برای شما نوای این خیلی مثلا مکر کردیم چند بود یک جسم در همون بلندی در همون لحظه ابتدایی یعنی یک نقطه یک و علاقه سرعت چی دارد ابتدایی دارد در لحظه پیش از زمین زدنش سرعت چقدر زیادتر میشه معلوم است که زیادتر میشه خیلی است و میشه در جا و 0 داشت در اینجا و میشه هم خیلی است باز چیکار که باز خونی بخوای انرژی استفاده میبریم بنویسیم انرژی کینتیکی در نقطه 1 جمع انرژی پتانسیلی در نقطه 1 برابر است با انرژی کینتیکی در نقطه 2 جمع انرژی پتانسیلی در نقطه 2 از بس که در نقطه 1 و علاقه سرعت ابتدایی 10 متر تقسیم ثانیه قطع پرتوسه شد پس ما نمیتوانیم گوییم که انرژی کینتیکش در نقطه 1 با 0 برابر است با 0 که نه ما نمیتونیم برای که باید سرعت ابتدایی علاقه دارد انرژی پتانسیلی در نقطه 1 دارد در بالا دارد انرژی کینتیکی در پیش از زمین زدن دارد برای سرعتش زیاد میشه پتانسیلی دارد در وقتی در زمین زدن ندارد برای که علاقه در زمین زدن سرعت داشته باشه نداشته باشه فرق نداره بلندیش نول فهمو یعنی که همین نول میشه همین ما چیکار میکنیم تطبیق ریمینیت میگن که یک منچه است m v 0 کوادرات تقسیم 2 جمع p یک منچه است در همون بلندی mg 8 کلون همون 25 متر برابری در اینجا چی داریم که دو منچه است m v اخیره علاقه کوادرات تقسیم 2 جمع 0 ایش 0 انا هم کلشید خونیم با انرژی فهمو میگه که سوال میگوید که سرعت پیش از به زمین ها در وقتی به زمین برخوردن شوید یعنی که انا همین ویرمو باید یابیم میتونین از اینجا ویر بفته این موله او دیاس ویر بفته میتونین یک جا در در دو جا نیست اگر در دو جا باشه بعد ممکن شما در پرابلم شود نه که در یک جا هست معادله را با m تقسیم میکنیم با 2 ضرب میزنیم با 2 ضرب میزنیم با m تقسیم میکنیم هر یک وقتی ما این گپ میگیم کو این معنی آن رو دارد که هر یک اعضای معادله را ما باید به همین عمل دچار نماییم یعنی که به هر یک اعضای معادله همین عمل رو تطبیق نماییم هم خلاص هر یک اعضای معادله را با 2 ضرب میزنیم با m تقسیم میکنیم این m v 0 کار تقسیم 2 را هم با 2 ضرب میزنیم با m تقسیم میکنیم ایشام یک چه ما کار کردیم نگاه کنیم m v 0 کار تقسیم 2 را وقتی ما با m با 2 m v 0 کار تقسیم 2 ضرب 2 چی میشه این 2 با 2 این 2 با 2 چه 4 میشه اختصار این m با m پایونگی این در پایون نه در بالا این در بالا این در پایون بالا بودگی خط پایون بودگی 2 با 2 میرود m با m میرود مالش خیر اینجا امورا که v 0 کوادرات هم خلاص 2 قطعه m رفت این m قطعه m چی میشود میرود g h میمونه نه که این 2 قطعه یکم چی اختصار نمیشه 2 در بالا اگه با تقسیم 2 نکنین همین m g h m رفت قطعه m پایونگی 2 باشه پیش همی اومد جمعی 2 g h هم خیر برابر در اینجا چی میمونه کی میگه تو نگو تو هم فاطمه هم نگو در اینجا چی میمونه خیر من تو ممکنه بگو همینا مو و کوادرات میمونه فهمیدی مو با چرا بیایم ویرا یابیم چه میمونه میشه خیر اینجا قلم بگیم ریشه این اینجا چیزی هست ما که گفتیم و کوادرات تمام ریشه اسم کوادرات اسم میذاریم میابیم و کوادرات و برابر ریشه چیزی که در طرف هست و کوادرات این طرف میره همه چیزی که در این طرف هست ریشه در ریشه میگیره فهمو تمام ریشه و 0 کوادرات جمع 2 g h در اینجا نگاه کنین اگر همه در عموم قوس در کوادرات باشن ممکنه که ریشه بروین نه که با کاری نکنه که اینجا و 0 ریشه بروین این خیلی ممکن نیست و 0 خودش کوادرات داره این ریشه بروین ممکن نیست برای که جبو جمعی بود دیگه چیزه همه خیلی میسته میمونیم و 0 کوادرات چند میشه 10 گفته شکل مثلا با 10 خط پرستان کوادرات 100 میشه 100 جمعی این 2 جی اش هم حساب کردیم که 2 ضرب جی 20 20 ضرب 25 500 ریشه 600 میشه تقریبا 24 از 9 میشه 24 از 8 یا نه 24 چند 24 از 5
تقریبا 24 از 10 5 ما کمتر خطا کردم بعدی از 10 متر تقسیم ثانیه. این در این وقت چند قطعه غلطی 22 از 10 4 قطعه الکی جدا 24 تا قطعه میافته. اما این های تطبیق قانون بقای انرژی است. بکنیم ببینیم دوامش چی است. بیاین سوال سوم میگوید که سوال سوم همین مسئله ببینید که دو تا اولش هم با استفاده از قانون بقای انرژی کار کردیم. انا که ما میتونیم همین دو تا اول هم با استفاده از کینماتیک کار کنیم. اما این دو سوال دیگرش با استفاده کینماتیک کار کرده میشه. با فرض میبینیم میگه که اگر جسم نسبت به افق در اینجا باید میگفت افقان، یعنی که راست افقان با سرعت 10 متر تقسیم ثانیه پرتاب شده باشد، پس در چقدر وقت به زمین میافتد. یعنی که ببینید مسئله کمتر مشکل تر شد. از همون بلندی 25 متر اما این خیلی پرتافتن. فهمیدین؟ با سرعت چند؟ با سرعت 10 افقی. اگر از همون بلندی بالا هم این خیلی دل خواه نمود که پرتن نوابسته از سمت سرعت در وقت به زمین برخوردن همین خیلی میشود، بلکه انرژی کینتیکی یا پتانسیلی یا بزرگی یا اسکالری هستن از سمت وابسته نیستن. اگه شما در همون بلندی ساگا این خیلی پرتن این خیلی بالا هم لوبای طرف دل خواه طرف باید با همون سرعت 24 نیم تقریبا به زمین میافته. نه که گپ در سر این حرف گپ در سر رفته میگه که پرتافتن بعد چقدر وقت اومده به زمین میزنن. وقتی پرواز ما میدونیم که وقتی پرتافتی در پرتافت افقی وقتی پرواز از سرعت ابتداییشی وابستگی دارد یا ندارد. برای که وی نول در تیر ایگریک نداریم. تیر ایگریک اگر ما تیر ایگریک یا بالا یا پایین تصویر کنیم تیر ایگریک وی نول هم میبینیم که افقی است، پرایکس نداره در تیر ایگریک. پس دایتون اینه که در پرتافت افقی در پرتافت چی؟ در پرتافت افقی پور افقی فهمیدین؟ وقتی پرواز از سرعت ابتدایی وابستگی ندارد. یک تیر میگیرین پیستولت کتی پیستولت افقان میپرونین افقان یکم تطبیق خطری در برابر پروندن پیستولت یک شریکه در ایدتون سر میتین، یعنی سرعت ابتدایی نمیتین دایی سر میتین میپرونین تیر میره در کیم که جا میافته در زمین برابری انا همین سقف به زمین افتیدن در یک وقت میافتن هر دوشون. فهمو هرچون در او وای میره و تیز میره فقط وای میافته هر چون در یک وقت با زمین میافتن. فهمیدین؟ از سرعت ابتدایی وابستگی ندارد، از بلندی وابستگی دارد. فهمیدین؟ برای چه از سرعت ابتدایی وابستگی ندارد؟ برای که ما گفتیم که افقی پرتافتیم. اگر کم تاریخ میپرتافتیم بعد بسن یعنی که p برابر است از فرمول h برابر g t کوادرات تقسیم 2 فرمول گله برای افچوزات. همین فرمول رو میتونیم در پرتافتی جسم یا سر دادیم یا افقی پرتافتیم هر چی یگه همین فرمول در انا همین دو حالت استفاده میشود. از یک تیر بیایم خیلی 2h برابر میشود با g t کوادرات، یعنی دو این طرف میره 2h برابر در این طرف میره g t کوادرات. تیر که بیایم کوادرات چه g با t کوادرات است بو چیزی خاصی که جو میره پایان 2h در بالا میسته با همین خیلی تیر خودش رو اگر بیایم یعنی که در اینجا تیر خودش رو میابیم کوادرات اون طرف میره ریشه 2h تقسیم g h ما 25 متر است 25 متر دیگه 25 50 تقسیم 10 5 ریشه 5 تقریبا 2 چند 2 40 چند میشه 2 24 میشه 2 24 ثانیه هم خیلی خوب بزنید ریشه 5 2 24 اخیرا سوالش چند 23 بعد سه چنده خیلی 24 تموم. هنگام به بالا با سرعت 10 متر تقسیم ثانیه پرتافته شدن در کدام بلندی نسبت به زمین نقطه آرام می شود و سرعتش به صفر برابر می شود. هنگام به بالا با سرعت 10 متر یعنی که نگاه کنیم باز از همون بلندی ایدو پر از همون بلندی بالا پرتافتن. فهمو میگه وقتی بالا پرتافتن در کدام بلندی نسبت به زمین بله نقطه آرام می شود. یعنی ما میدونیم که وقتی ما پرتافتیم که نقطه میره در یگام نقطه در یگام جا چی می شود سرعتش نول میشه بعد با عبرت نه و زمین میافتد. برعکس هم خیلی انا همون بلندی چقدر است یعنی که نگاه کنیم اینجا بلندی h 25 متر از همجا با ما پرتافتیم با سرعت 10 بالا با یکم بلندی دیگه h میده رفت نسبت به جایی که خیلی جایگیر بود با h میده میره خیلی
یعنی ببینید که جسم اگر ما از همون نقطه میگوید که از همون نقطه که بلندیش 25 متر است با بالا پرت کنیم با سرعت 10 متر تقسیم ثانیه و یگان بلندی دیگر اش خورد نسبت به جای جایگیری خودش میرود. همین نسبت به زمین ما میدونیم که بلندیش نسبت به زمین یگان چی میگیم یگان اش اشتریخ این برابر میشد به اش خودش جایگیری بود با جمع اش کی بر اومد این همجانا میآید سرعتش صفر میشه در انا همین بلندی. فهمو خیلی مسئله مثل انا همین مسئله است مثل مسئله ببینید که اگر ما در همه جا این همی جایی که خودش جایگیری به جسم کن سطح نول قبول میکنه سطح نول فرض میکنیم همونجا سطح نول جایی که جایگیری خودش بود یعنی که فرض میکنه که بلندی همجا نول است صفر است انرژی پتانسیلی جسم در همجا نول قبول میکنیم باز خونیم بخوام انرژی را استفاده میبریم اش برای اش مایده با می‌نویسیم که در اینجا چی داشت انرژی کینتیکی داشت برای سرعت ابتدایی داره m v 0 کوادرات تقسیم 2 جمع پتانسیل داره برابر است و این انرژیش به انرژی پتانسیلی صرف میشه که انرژی کدام پتانسیلی برنده اش برآمدگیش یعنی که m g h m با اختصار میشن h همون میتونیم بیاوریم که میشه v 0 کوادرات تقسیم 2 g. فهمو برای انا همینجا ما تطبیق کردیم قانون به انرژی h برابر v 0 کوادرات تقسیم 2 g که در اینجا بود در همین فرم این فرم یعنی که همین چیزا ما در اینجا تطبیق کردیم اگه بلندیش نسبت به زمین اش تری میشه که بلندی خودش جایگیری به جمع انا همین تقسیم 2 g خیلی بین میمونه قیمت داره 25 متر خودش جایگیری بود البته جمع چند متر دیگه بالا رفت کوادرات 10 100 تقسیم 2 g 25 5 متر دیگه بالا رفت همین 30 متر از سطح زمین بلند در انا همین بلندی 30 متر از سطح زمین سرعت جسم 0 میشه. فهمیدین این بود مسئله دیمی کارهای خطی خوانندگان صفحه 10.